مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخوند یگه حفظ کمونه استی صفا برم بچه هم این مردم رو بیدار کنی و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا ناره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کسی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزا ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. میادم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیره چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هر روزشون یک قرص خوابی آخوند داده به نام دعای روز یکشنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال قرص خواب مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همین تو ساده بگن ای خدا این کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوش یه شیخی گرن که دعای صحیفه نونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه ویوتی ترین بیدار شو کنیم. هنوز مردمی که دونن خدا ریبه لده، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت کنن که خدا نه ایرادشو بگره و فکر کنن خدا اینقدر سوالش کم، شعورش کمه که فارسی نفهمه. این مردم میترم بیدار کنم یا توی تری بیدار کنی. مردمی که هنی نونن خدا با قلبشو گپ بزنه نه با زبونشون، تو میتریم بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی گن بدل خمینی هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مایی بینن. تو چطوری تری مردم بیدار کنی؟ پشت پرده حرف زدن ده گذاشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذاشت. باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگی که مذهب خرافاته، مذهب یه لایه‌ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایان بود. مگر رومی، مگر مولانا، نه یا آخونده یا ملایی سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش وابی؟ مولانا چو آبی؟ یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنیم. مردمی که هم مولانا قبول دارن هم شیخ فلان قومی قبول دارن، این مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیت چون روید شدن بیگو گپ بزنی که بیدار آبون نهایتش متهمت ایکنن و کفر، همینطوری که مولانا متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجه، شاید ناراحت آبون.